و محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، در ساعات گذشته شاهد حمله دیگه‌ای به مواضع حوثی‌ها بودیم. آمریکا گفته بود که حملات چند مرحله‌ای خواهد بود. تحلیل شما از این حملات و نتایج اون در تضعیف کردن، ضعیف کردن گروه شبه نظامی حوثی‌ها چه هستش؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب حملاتی که آمریکا داشته، به خصوص اون حمله‌ای که در 31 دسامبر داشت، مانع از این شده که بعد از اون حداقل تا اکنون حوثی‌ها اقدام کنن برای مصادره یک کشتی دیگه، اما این حملات نتونسته جلوی حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها رو بگیره و متوقف کنه. در یک آماری که سخنگوی پنتاگون به تازگی اعلام کرد، در حملات آمریکا تا حالا 100 موشک حوثی از بین رفته که این عدد بزرگی نیست و نشون میده که چندان به شکلی جدی توان نظامی حوثی‌ها تضعیف نشده. اما آمریکا به هر حال به عنوان یک ابرقدرت که الان اینجا بحث تصویر جهانیش هم مطرحه، نمیتونه دستشوی دست بگذاره و این حملاتی که داره انجام میده در اون راستاست. و خب اگر که باعث بشه که بیعملی آمریکا باعث بشه که حوثی‌ها حملاتشون رو به کشتی‌ها بیش از این چیزی که هستم انجام بدن، خب در این جهت مفید بوده تا الان. آقای قائدی، این روند بازگرداندن حوثی‌ها به فهرست تروریستی رو شما چقدر مهم و بازدارنده می‌دونین؟ آیا در تمام سال‌هایی که حوثی‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بودن از فعالیت‌های مخرب اونها کاسته شده بود؟ خب حوثی‌ها در زمان دولت آقای ترامپ، در روزهای آخر دولت ایشون، یعنی 19 ژانویه، یک روز قبل از خروج آقای ترامپ از کاخ سفید، به لیست گروه‌های تروریستی اضافه شدن و هولوش یک ماه بعد در فوریه، زمانی که آقای بایدن در کاخ سفید بود، از این لیست خارج شدن. دلیلی که اون زمان آقای بایدن و دولتشون برای خروج حوثی‌ها از این لیست داشتن موضوعات بشردوستانه بود، به خاطر اینکه یمن چندین سال درگیر شیوع گسترده وبا بود و در اون زمان داشت با بیماری کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کرد و ورودش به این لیست کمک‌های بشردوستانه به یمن رو به شکل جدی تحت تاثیر قرار داده بود. بنابراین از لیست گروه‌های تروریستی خارج کردن. اما این خانم کلودیا تنی که ازش در گزارش شما اسم برده شد، ایشون از همون زمان خیلی مجدانه پیگیر این بود که حوثی‌ها دوباره به این لیست برگردن. اما ماه قبل، یعنی در 17 ژانویه، حوثی‌ها در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفتن. اما دو تا لیست داریم. یک لیستی هست که SDTG هست و به اصطلاح لول پایینتری رو داره و یک لیست دیگه لیست FTO هست که سازمان‌های تروریستی خارجی. این دو لیست خیلی شبیه همه و خانم کلودیا تنی در واقع خواستار اینه که حوثی‌ها به لیست دوم اضافه بشن. تفاوتش اینه که در لیست دوم حامیان مالی و کسانی که با حوثی‌ها و انصارالله تجارت میکنن، اونها هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت و دو اینکه سفر افراد اون گروه با آمریکا با مشکل مواجه میشه و مهاجرتشون با مشکل مواجه میشه. به نظر میرسه که در خصوص مهاجرت حوثی‌ها با آمریکا این خیلی موضوعی نباشه که حوثی‌ها مد نظر قرار بدن، اما در خصوص کسانی که مبادلات تجاری با حوثی‌ها دارن، این میتونه به شدت کمک‌های بشردوستانه به 24 میلیون جمعیت یمنی، یعنی چیزی هولوش 80% جمعیت یمن که چیزی نزدیک به 50% هم کودکان هستن، رو توسط سازمان‌های بین‌المللی تحت تاثیر قرار بده. مضاف بر این که من در روزهای گذشته دو تا در واقع نظر از مقامات آمریکایی خوندم. در یکی از اونها گفته شده بود که هر چقدر که ما به حوثی‌ها و انصارالله فشار بیشتری بیاریم، اونها بیشتر به سمت ایران خواهند رفت و این برخلاف اون چیزی که آمریکا می‌خواد. و در یک نظر دیگه گفته شده بود که رهبر حوثی‌ها اعلام کرده که خواستار مقابله مستقیم با آمریکاست و قرار گرفتنشون در این لیست ها کمک میکنه که اون موجه بودنشون در یمن بالاتر بره. بنابراین خیلی این چیزی نیست که مطلوب آمریکا در این شرایط باشه. بله، سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بود.